سلام رفقا، چطورید؟ من اسمم THM هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. آقا امروز قراره یه بار دیگه و برای بار سوم روی یکی دیگه از موزیک های رپ دری ریاکشن بریم. دو تا ویدیو قبلی که روی رپ دری ریاکشن رفته بودم خیلی مخاطب داشت و اینکه خیلی درخواست زیاد بود که تو کامنت میگفتن روی این موزیک ریاکشن برو، روی اون موزیک ریاکشن برو. نمیشه همه رو با هم دیگه ریاکشن رفت، چون یه سری مخاطبای این چنل دنبال ویدیوهای فانن، ویدیوهای خنده‌دارن، ویدیوهای سرگرم کننده هستن. پس قراره که یه ایده خیلی خفنی با هم دیگه داشته باشیم. حتما ویدیو تا آخر ببینین. آخر ویدیو یه سری حرفا زدم که اگه موافق هستید این کار رو انجام بدیم واسه موزیک، که ریاکشن موزیک رو چیکار کنیم باش، چیکار نکنیم. و اینکه امروز قراره که با هم دیگه ریاکشن بریم رو موزیک ویدیوی افراز به نام الماس. خیلی پیشنهاد کرده بودین حتما ریاکشن برو. این موزیک ویدیو تازه 2 روز اومده که الان دارین شما ویدیو میبینید، فکر کنم 3 روزه اومده. بدون هیچ معطلی میریم این ریاکشن موزیک رو ببینیم. ولی یادتون نره که اگه دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، حتما کامنت هم بذارید و اگر چنل سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که کلی ویدیو خفن باهاتون دارم. افراز دایرکتورش کیه؟ رومان حلوا یا رومان حلوا. خب یو پاریسی داریم میرم. آبادان شنیدم. کلمات پره از یو کلتون اگه تیم شویم بالا اینجا خم کرده برم تو اربابتونم. کل تیم شوین، کلتون اگه تیم بشین نمیتونه، اینجا خم کردن واسه تون اربابتون. آقا توی دوتا ریاکشنی که توی رپ دری رفته بودم خیلی سوتی داده بودم. خب بعد اینکه کلا یه سری چیزا رو اشتباه میگفتم دیگه، شرمنده ببخشید. من اونجوری شنیده بودم برای اولین بارم بود. کلتون اگه تیم شویم بالا اینجا خم کرده برم تو اربابتونم. کلتون اگه تیم بشین با هم اینجا خم کردن اربابتون واسه من. آره همین معنیش همین باشه. خوبه. رب دری زره دست مرد بری پول خواهی مالی افزی تو لفظای ما رخلی اوه فهم کنی خودن ناقی تو پارت دلجی بای چند داری ساقید خمارم پیزرم همه گیرم به سایت خالی سگه خواهد داری بیا خود از ثابت رو بابر. اوه توی این موزیک گنگش کرده حسابی ها. یه بار دیگه داری بیا خود از ثابت رو بابر. مادافاک بالا تو که بودی بالا خواه دری رپ جر دادم من کجا بودی آقا جان کنی. افراز جان شما که رپ دری و جر دادی اصلا کلن. یاره بره نگی فاز شالاتان داغ کلمات بالا از آلمان تا آبادان. آها داغ کلمات پره از آلمان تا آبادان. یه بالا از آلمان تا آبادان هدف مشخص بجر دادم من کجا بودی آقا جان کنی. یاره بره نگی فاز شالاتان داغ کلمات بالا از آلمان تا آبادان هدف مشخص دست گاز من بالاتر فدای فد کردی بالا خودت تا آخر من شاه و روز ماندم سرش تا که بشه فراتری رپ جانی میکنم قبل ای که سواشه. این رپو جهانی میکنم قبل اینکه سواشم. یعنی بشه فراتری رپ جانی میکنم قبل ای که سواشه. رپو جهانیش میکنم قبل اینکه سواشم. حالا سواشم معنی اینه قبل از اینکه ترکش کنم یا قبل از اینکه پیر بشم، قبل از اینکه از دنیا برم. اینجور معنی ها میده. رپو جهانی میکنم قبل از اینکه سواشم. من اینجوری شنیدم آقا گوشم اینجوری شنید. تو کامنت بنویسید اون یه تیکه درستش گفتش. شرمنده. الماس دری رپم بالا مقایسه نکو خود کدمه. الماس رپ دری آخر من شاه و روز ماندم سرش تا که بشه فراتری رپ جانی میکنم قبل ای که سواشه. الماس دری رپم بالا مقایسه نکو خود کدمه.
اینجا گفت من الماس رپ دریم. خودتو با هم مقایسه نکن. این ترک واقعا گنگه، خود گنگه. بیسرم همه گیرم فقط تلف کردم میری روز و شب ده گلگی میبین پشت سرم نگاه نمی کنم، فقط تلف میکنی روز و شب تو. اینم پیشرفت من همین تا بالاتر بیاد و مرز محتوا میبر کار میدی نمیگیره خودم میکره کج من بحث نفهمیدم این تیکش نفهمیدم. دو مرز محتوا میبر کار میدی نمیگیره خودم میکره کج من. محتوا چی نمیگیره؟ اون چیزی که شنیدم درست بود تو کامنت بنویس. بحثر پول بحثر نونه پول مقصد براتون از هر طرف تو برو کلام بحثر پول بحثر خوبه این دوست داشتم. فلو قشنگه. بحثر نونه پول مقصد براتون از هر طرف تو برو کلام تر دم بگو کم یه بار دیگه کج من. بحثر پول بحثر نونه پول مقصد براتون از هر طرف تو برو مقصد برای تو من هر طرف تو رفت. کلام تر دم بگو کم فرق کنه زیر کم بله داری رفت تا صد تقم کنه تو رو ولی یره الا بده مره بی بیچه تا قافیه میکنم خود قافیه را تو که تن دادم میری مادم خواهی مالیدنم میگی یک ورس است ماندی خالی جای مره ای معتبر شد آل کل لوچکو از نام من 4 نفر بشناسن او هم خواسان مست داره واسه کی گنگو میاد؟ داره کیو میکوبونه؟ اگه میدونید شما بهم بگید داستان چیه. هدف خری یعنی صدف همه جامعه است چیرم بالن اینا کار من خو کامل است و کل چیز دامه است دیدی چه بار بست نمرسیدم کده کل تیمت سال بعد خیلی وقته که تاریختان دیر شده بچه وقت ما بگی بیستیره جان من کلتون اگه تیم شبیم پوله اینجا خم کرده برم تو اربابتونم رب دری زره دست مر بری پول خواهی مالی افزی تو لفظای ما ره خیلی میکنی خودن ناقی تو پاره دجی بای چند داری ساقید خماره پیسرم همه گیرم به سایت خالی سگه خواهد داری بیا خود ثابت تو بابه الماس دری رپم بولم مقایسه نکو خود کدمه پیسرم همه گیرم فقط تلف کدم میری روز و شب ده گلگی میبینن پیشرفت من همین تا بالا در بیاد و مرز محتوا میبر کار میدی نمیگیره خودم میکره کجمه الماس رپ دری که شما این بیشک. افرازو من از ترک گاندی میشناسم و اولین رپ دری بود که گوش داده بودم، خیلی هم خفن بود. همون افراز بود دیگه. اونم از بچهای تیک تاک که خیلی حال کردم با این تیکش که میگفت که نمیتونی باشی خودت جای ما وقتی فیلکای لش دارم مثل تایگا. از اینجا گوش دادم. مرسی از همتون آقا. ریاکشن خیلی زیاده، خیلی درخواست ریاکشن میکنید تو کامنت ها. خیلی 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 ممنون از همتون باعث انرژیاتون. یه سری میان واقعا خیلی کمک میکنن که معنی اون اتیکری که من بلد نیستم و میان توی کامنت مینویسن. واقعا خیلی سخته بخوای برای اولین بار یه موزیک رو گوش کنی بعد بتونی ببینی چی میگه. بعضی اوقات روی بیت اون تکست یه جوری گفته میشه که مجبور میشی چند بار گوش کنی تا مثلا به گوشات عادت کنه. تو اولین بار مسلما تو نمیتونی ببینی اون ترک چی میگه و کاملا چی گفته. بعد اینم درک کنی که این موزیک برای اولین بار داره پلی میشه و اینم یه ریاکشنه. ریاکشن یعنی واکنش نشون دادن به یه اتفاقی، به یک حالا موزیک باشه، ویدیو باشه، هر چیزی باشه. و انتظار همین نداشته باشی من بیام اینجا حرفه‌ای بشینم نظر بدم و بگم که آره این ترک از حد پانچ لاین و فلو من فلو اینا میتونم بگم حالا درسته، ولی نه اونجا مثلا تحلیل موزیک کنم واسهتون، تفسیرش کنم، یه سری کلمات و یه سری حرفا رو میزنم. موزیک ویدیوش خوب بود، عالی بود، دست کارگردانش درد نکنه. آهنگش خیلی گنگ بود، آهنگ که دوست داشتم. و اینم در آخر بهتون بگم که بچه‌ها من یه تصمیمی دارم. بچه‌ها یه کانال موزیک دارم من. اگر دوست داشته باشید از این به بعد ریاکشن موزیکا رو میبریم تو اون کانال. فقط حتما تو کامنت بهم بگید نظرتون مهمه. اون کانال فقط بشه ریاکشن موزیک. تو اون چنل فقط میپردازیم به موزیک و تفسیر موزیک و برنامه‌ای که مربوط به موزیکه. حالا موزیک همه موزیکا میتونه باشه. فقط تو کامنت بنویسید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگر دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، حتما یه کامنت هم بذارید اینجا
و اینکه انگلیسی باشه چه بهتر. اگر چنل سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم واسط پیغامش بیاد. دوستتون دارم زیاد. بوس به همتون. تا ویدیوی بعدی میبینید منم میبینمتون حتما تو کامنت ها. پیس.